من نمیگم این درسته، یعنی انقدر این شکاف زیاد شده، شمایی که الان نمیتونی یه ماشین سالم در اختیار مردم بذاری مردم با پولشون بخرن، میگی جت خصوصی میتونی برای خودت بخری. این نشون میده که تو توی دنیای دیگه داری زندگی میکنی، تو این مردم رو نشناختی، تو گرفتاری های این ملت رو خبر نداری. اون چی که میخوام آقا مهاجری خواهش بکنم، التماس بکنم، ضرورتی نداره خلاف بگید، ضرورتی نداره گزارش سازی کنید، ضرورتی نداره عدد سازی کنید. 5000 دکتر، هر یه دکترا کسی میگیره، ببینید در این کشور چقدر هزینه داره، بیکاره تو این مملکت. پس شما میبینید ما از تعهد اشتغالمون هم زدیم جلو. خب اینا مردم رو ناراحت، بیاید با مردم رک و پوسکنده صحبت کنید، بگید تحصیلات پایین و مشاغل کارگری و سهل و فلان و ما تونستیم اینجوری حل کنیم. تو تحصیل فارغ التحصیلان دانشگاهی موندیم ما 89% 81% دختران فارغ التحصیل ما تو خونه ها هستن. خب اینو بیاید به صادقانه به مردم بگید ما داریم در رشته‌های تحصیلی تجدید نظر می‌کنیم، برای شما هم داریم این برنامه‌ها رو می‌ذاریم، به ما هم کمک بکنید. مردم همراهی می‌کنن.